ما بعد از رمضان یک تستی رو باید انجام بدیم رو خودمون که ببینیم آیا واقعا ما در رمضان انسان‌های موفقی بودیم و آیا بعد از رمضان هم این خوبی‌های رمضان در ما وجود داره یا نه. چون همه اعمال خوبی که ما در رمضان انجام میدادیم مختص رمضان نیست. بئس القوم الذین لا یعرفون الله الا فی رمضان. چه بدند آن قومی که خدا را نمیشناسند فقط در ماه رمضان. فکر میکنن که در ماه رمضان خدا هست و اعوذ بالله غیر از رمضان خدایی وجود نداره. ما بعد از رمضان، بعد از عید، 2 روز، 3 روز، 10 روز، حداقل ماهی یک بار، به قول سیدنا عمر حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو محاسبه بکنید، خودتون رو محاکمه بکنید قبل از اینکه شما مورد محاسبه و محاکمه الله سبحانه و تعالی قرار بگیرید. پس بیایید خودمون رو تست بکنیم بعد از رمضان. به طور مثال ببینیم آیا همون حس احسانی که در ما وجود داشت که الله رو همیشه حاضر و شاهد و ناظر خودمون میدیدیم، این احساس رو ما بعد از رمضان هم داریم یا نه؟ اگر دیدید که این حس رو بعد از رمضان کمتر دارید، خودتون رو مراجعه بکنید، بازنگری بکنید در زندگیتون، چون این صفات مؤمن نیست، صفات منافقین است. خدای رمضان در غیر رمضان هم حاضر و ناظر زندگی و احوال ما هست. بعد از رمضان هم ما رو محاسبه می کند، در رمضان هم ما رو محاسبه می کند. ببینیم که آیا ایمان ما، تقوای ما، پرهیزگاری ما در ماه رمضان و بعد از رمضان تغییری کرده است یا نه؟ اگر در خودتون احساس کردید، این تست کردید خودتون رو که رمضان متقی تر بودید و بعد از رمضان سهلنگار شدید، تقوا و پرهیزگاری شما درجهش پایین آمده، خودتان رو مراجعه بکنید. چون تقوا و پرهیزگاری در طول زندگی از یک مسلمان مطلوب است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی و مرگ من لله رب العالمین، برای الله سبحانه و تعالی است، نه اینکه فقط در ماه رمضان باشه. بعضی از خواهران رو میبینیم که مثلا در ماه رمضان حجاب سر میکنن. خب کار خیلی خوبیه، حجاب پوشیده، در روسری سرش کرده. بعد از رمضان باز همون آرایش است و همون بی‌حجابی و بدحجابی است. این خیلی زشت است. این که انه داری خدا رو مسخره میکنی، که انه داری، این یک توهین به الله سبحانه و تعالی است. اگر شما اعتقاد دارید که حجاب فرض هست، حجاب از طرف الله سبحانه و تعالی حکمی هست برای زنان مؤمن، چه در رمضان و چه در غیر رمضان، حکم یک حکم است، تغییر نمیکنه. احکام الله سبحانه و تعالی با زمان و مکان تغییر پذیر نیست. بر شما نماز فرض است، در هر حالتش فرض هست. خوابی، مریض هستی، در بستر هستی، نمیتونی بلند بشی، باید نماز بخونی، با اشاره بخونی. اگر میتونی بشینی، نشسته بخونی. اگر میتونی رو صندلی بشینی، باید رو صندلی نشسته بخونی. اگر به پهلو میتونی بخونی، به پهلو باید بخونی. اگر که میتونی بایستی، نمیتونی خودتو خم بکنی، باید ایستاده بخونی. یعنی حتی در صحنه جنگ نماز تعطیل نمیشه. گروهی از مجاهدین میان نمازشون رو میخونن، گروهی دیگه در سنگر دفاع میکنن و بعد جای خودشون رو میان عوض میکنن. مثلا این نمیشه گفت که مثلا در فلان زمان یا در فلان مکان فرضیت نماز ساقط میشه یا فرضیت حج ساقط میشه وقتی شرایطش محقق بشه. و همچنین روز حجاب یک عبادتی است، در هر زمان و در هر مکان بر یک زن مسلمان حجاب فرض است، واجب است، از طرف الله سبحانه و تعالی حکم است. این که ما در ماه رمضان بعضی از خواهران ما حجابشون رو درست میکنن یا محجبه میشن و بعد از رمضان دوباره همون اوضاع هست، این که دیگه مسخره کردن الله سبحانه و تعالی است و این جرم بدتر از گناه است.